دوستان عزیز بازم در ادامه برنامه برگشتیم. دکتر صاحب شاه محمود سحاق متخصص امراض داخلی قلبی با ماست و واقعا بیشتر هم یادآوری کردیم ما همکارم که مشکلات زیاد قلبی وجود داره. دکتر صاحب بیشتر بر ما خواهد گفتن که چگونه امراض قلبی است و چگونه میتونیم وقایه کنیم خود. سلام دکتر صاحب، صبحتون بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. خدا کنه که صبح خوش رحمتانه آغاز کرده باشه با قلب خوش و شاداب. زنده باشین. دکتر صاحب میشه بگوین انواع تکلیف های قلبی را چند نوع هست و چگونه در کدام سنین بیشتر از این تکلیف؟ امراض قلبی میتونه که قسمت های مختلف قلب مسا بسازن. خود ساختمان قلب اگر ما شما ببینیم یک جوف ارگان مجوف عضلی است که داخلش جوف است و دور عضله است. قلب طبقاتش جدارا یا دیوارایش از 3 طبقه ساخته شده. اندوکارد میگیم و مایوکارد میگیم و پیریکارد. هر طبقه از جدا جدا مساب شده میتونه. یکی دومی که قلب 4 جوف داره. هر جوف امراض خاص خودش داره. در بین اجواف دسامه موجود است یا والای قلب موجود است، مثل دروازه و رواز بسته میشه که جریان خون اجازه میده که از یک جوف به جوف دیگه راه پیدا بکنه. این والای قلب امکان داره که مشکل پیدا بکنه. شرايين خورده که خود عضلات قلب خون میتن، شرايين کلیلی میگیم یا کرونری آرتری است، اینا میتونه مشکل پیدا بکنه. یعنی هر طبقه میتونه مشکل پیدا بکنه، نظر به ساختمان یا خود والا مشکل پیدا بکنه یا که وظیفه خود قلب انجام داده نتونه. این یک مسئله دومی که امراض قلبی میتونه که مادرزاد باشه، طفل یا منوزاد با مرض قلبی تولد شده باشه و یکی است که یک کسی تولد شده با یک قلب نرمال، بعدها در سیر زندگی بعضی امراض را سر دچار میشه که او سر قلب تاثیرگذار است و قلب موف میسازه. این خو یکی امراض ولادی قلب است یا امراض ساختمانی که از نظر ساختمان سوی تشکلات در خود قلب وجود می و یکی در سیر زندگی که امراض کسبی که از قلب موف میسازه. اونا باز اشکال جداگانه داره، اشکال ابتدایی داره که خود قلب به یک مرض دچار میشه و امراض ثانوی که مرض در یک جای دیگه است، قلبم زیر تاثیر میگذاره، قلبم موف میشه. اگر شروع بکنیم از امراضی که مادرزاد است، ولادی است، در خانم‌های حامله که اونا امی خود مادر و یا ای که شوهرش در اعضای فامیل تاریخچه امراض ولادی قلب داره، سوی تشکلات ولادی قلب موجود است. اینا طفل به دنیا میره، یک چانس دارن که طفلشون هم همونطور کدام مشکل پیدا بکنه. البته این امکانات است، حتمی نیست. زیاد مردمایی است که آفت ولادی قلب داره، اولادش سالم است، هیچ مشکل نداره. این تصادف است. بعضی خانم‌های حامله در جریان حامله داری خود از دوای که مجاز نیست برای حمل از او استفاده میکنن، خود سرانه میرن از دواخانه دوا میگیرن. و یکی است که مفکوره پیش مردم ما شما قسمی است که کسایی که از دوای یونانی استفاده میکنن، از گیاهی، اینا هیچ عوارض جانبی ندارن، با می دید فکری که دارن میرن از دوای گیاهی استفاده میکنن که دوجه شاید مواد مضر و سمی باشه. یعنی ادویه یونانی هم موارد جانبی خود داره؟ بالکل داره. مواد سمی که یا مواد زهری که چی دوا باشه، چی در دوای گیاهی باشه، چی در دوای طبی باشه، اینا را که استفاده میکنه، امکان ازی است که سر جنین تاثیرگذار باشه و در وقتی که قلب جور میشه، در وقت ساختمانش است، قلب جور میشه، اما به شکل درستش جور نشه. اینا نظر به سوی تشکلاتی که در قلب وجود میه، هر قسمت قلب میشه که یک مشکل در تشکلش به وجود بیه. مثلا در والای قلب امکان داره یک وال بخی جور نشه، یک دریچه است یا یک دروازه است که باید واز بسته شه، هیچ واز نمیشه، اما ساحه بخی بند میباشه، یک وال اصلا هیچ موجود نیست، بند است. یا ای که در قلب ما شما 4 جوف داریم، 2 جوف طرف راست داریم، 2 جوف طرف چپ داریم. خون ناپاک اول طرف راست می در دهلیز راست باز در
دریچه ترکس باز میشه، او را اجازه میده به طرف بطین راست و باز او پمپش میکنه به طرف شش که اکسیژن بگیره. این خونی پاک ناپاک از قلب راست میره به طرف شش، اوجا پاک شده باز پس میره طرف چپ قلب، به طرف چپ قلب میره و دهلیز چپ و باز بطین چپ پمپش میکنه، به وجود تقسیمش میکنه. این خونی پاکی است که اکسیژن خود گرفته. بین قلب چپ و بین قلب راست دیوار است یا حجابی است که این جوف از این جوف جدا کرده. بعضی اوقات امکان داره که اینمی حجاب خوب تشکل نکنه، خوب جو پیش نبه، یک جدا از این طرف که از این طرف پیش میه که حجاب باید تکمیل شود. بعضی اوقات تکمیل نمیشه، ناقص میمونه که ما شما میگیم که قلبش سوراخ داره. در حجاب میشه که مشکل به وجود بیه. در خود اجوف امکان داره که مشکل به وجود بیه. یک جوف اصلا هیچ نشونمو نکنه، یک جوف بسیار کوچک بانه، هیچ نشونمو نکنه، به عوضش یک جوف دیگه بسیار بزرگ شوه. این سوی تشکلات هم در جنین موجود است. و به صورت نرمال مثلا خون ناپاک وریدی که از بدن می کلش به طرف راست قلب باید بریزه، بعضی اوقات طرف چپ میریزه، یک سوی تشکل است. قلب راست مثلا بطین راست خون پمپ میکنه به شریان پولمونری یا شریان ریوی که طرف شش خونه میبره. بعضی اوقات به عوض از اینکه این شریان به از قلب راست شروع بکنه می از قلب چپ شروع میکنه، و شریانی که از قلب چپ شروع میکنه و می از قلب راست شروع میکنه، یک سوی تشکل از بازم که خون به جای میره که باید نره. این سوی تشکلات در خود شرايینش هم است، در خود وریدایش هم است. در هر قسمت قلب امکان داره که سوی تشکلات در وقتی که قلب جور میشه به وجود بیاد. البته مردم عام ما شما تنمو شکل را میشناسن که میگه قلبش سوراخ است یا سوراخ نیست، اینا میره میشناسن، در حالی که در هر قسمت قلب امکان داره که سوی تشکلاتی به وجود بیاد. اگر طفل تولد میشه با می سوی تشکلات ولادی، ولی فرق میکنه که حادثه چه قوخیم است، چقدر خون پاک که خون ناپاک مخلوط میشه. اگر زیاد مخلوط میشه، یک حادثه مثلا به عوض دو بطین یک بطین است، کل خون می یک دفعه گرد میشه باز تقسیم میشه. حیاتیت پیش از این مریضا بسیار کم است. اینا در ظرف چند سال اینا از خاطر کمبود اکسیژنی که پیشان به وجود میاد فوت میکنن. بعضی کسا سوی تشکلات ولادی دارن بسیار شکل سادهش است، مثلا یک سوراخ قلب است بسیار یک سوراخ باریک خرد است، از اونجا مقدار کمی خونی طرف تیر میشه. دکتر صاحب، طفلایی که سوراخ قلب دارن اونا رو چگونه آدم بفهمه؟ یعنی کدام عوارض علائم در وجود از او دیده میشه؟ اونایی که سوراخ‌های قلب دارن اکثرا خود از طرف دکتر صاحب تشخیص میشن. اکثرا طفلایی که سوی تشکلات قلبی دارن تیز ریزش میکنن، تیز برانشیت میشن، یعنی انتانات شش پیش از یا زیاد تصادف میکنن. اینا که تیز مریض میشن، دکتر پیش دکتر سه میبرشه. اگر دکتر سه وقتی که معاینه میکنه استتوسکوپ میمونه در سینه‌اش، یک صدای غیر نرمال در اوجه شنیده میشه، از خون که از سوراخ تیر میشه یک صدای غیر نرمال شنیده میشه. باز دکتر صاحب مشکوک میشه که شاید سوراخ قلب باشه، او را روان میکنه، راجع میسازه برای معاینات ایکوکاردیوگرافی. معاینات ایکو روانش میکنن، در اوجه مثل معاینات تلویزیونی یادی واره، در اوجه قلب خودش به چشم دیده میشه، سوراخ حجاب دیده میشه، والایش دیده میشه، هر سوی تشکلی که باشه در اوجه معلوم میشه. اگر کدام صدایم شنیده نشه، البته در بعض سوی تشکلات ولادی است که در اوجه صدا را آدم نمیتونه، سوراخ قلب نیست، مثلا یک جوف است به عوض دو جوف، یک جوف است. در صورت طفل که زیاد زکام شد، زیاد ریزش کرد، تیز جور نشد، باز دکترش مشکوک میشه که شاید کدام سوی تشکل قلبی باشه، بیایم قلب مریض معاینه بکنم. مردم عوام فهمیده نمیتونن، حتی خود دکتر صاحب بعضی اوقات مشکل میشه برشون که تشخیص بکنن. زیادتر طفلایی که خونشون گرد میشن، خود پاک و ناپاک گرد میشن، اونا لبایشون کبود میباشه، اونا واضح معلوم میشن، لبایشون کبود میباشن، دستایشون کبودی پیدا میکنن، خصوصا وقتی که گریه میکنه زیاد کبود میشن، بعضی وقتا بیهوش میشن. اینی علائمش است و می که تیز ریزش میکنن، نمی علائمش است. اگر طفل کمک بزرگتر میشه، سنای 4 سالگی 5 سالگی وقتی که در اساطیر شروع میکنه،
دویش و بازی شروع میکنه در فوتبال والیبال در چیزا که دسترسی پیدا بکنه، در وقت باز این طفل نظر به طفلای دیگه تیز مانده میشه. یعنی که تیز مانده میشه ساتیری کردن نمیتونه، باز در کنج میشینه فکر میکنه که من توانمندی ندارم، ضعیف است، جسمم ضعیف است، ولی که یک مشکل داره. مثل امراض نفس تنگی که هست، طفلان نمیتونن زیادتر بازی کنن، این هم به مشکل است. بالکل به مشکل. بسیار خوب. دکتر صاحب چطور میدانن یک مادر در زمان حاملگی بتونه کدام نکات در مد نظر بگیره تا طفلشان در آینده سوراخ قلب نیاید؟ خب بسیار چیزی که عمده است اینمی است که خانم حامله اجازه نداره سر به خود دوا بگیره. هر وقتی که مریض میشه باید کوشش بکنه که پیش یک دکتر بره. در تبابت تمام ادویجات نوشته است که برای جنین چقدر ضرر داره، کدامش ضرر داره کدامش نداره. اگر مثلا ما میخوایم که تب یک خانم آرام بسازیم، ما میتونیم دوای را استفاده بکنیم که او به جنینش ضرر نرسانه، برای مادر مفید باشه، برای جنینش ضرر نرسانه. اگر آنتی بیوتیکا را دوای ضد میکروب هم استفاده میکنیم، کوشش میکنیم دوای را استفاده بکنیم که برای جنین ضرر نداشته باشه. کوشش کنه که پیش یک دکتر مراجعه بکنه، یکی از دوای یونانی زیاد استفاده نکنه و یکی تغییرات ارثی ژنتیک است که او آدم پیش بینی کردن نمیتونه، یا در بعضی مملکت ها بعضی امراض ژنتیک پیشگویی میکنن که شاید این تو یک مرض قلبی وجود بیاید. خب او قابل جلوگیری نیست دیگه، یک چیزی که خداوندی امکان داره بعضی تغییرات به وجود بیاید، او را آدم پیش بینی کردن نمیتونه. چیزی که مادر احتیاط کردن میتونه اونمی است که از دوا و خودسرانه. بسیار خوب. دکتر صاحب طفلایی که مثلا به سوراخ قلب مبدل می باشن، یعنی تا چی مدت آدم نمیتونه بفهمه که اینا سوراخ قلب دارن یا مثلا تکلیف پیش نمیشه؟ نظر به بزرگی از اون سوراخ است. ما یک خانم 72 ساله داشتیم، به خاطر یک مشکل دیگه خود به خاطر معاینات اکو آمده بود، تصادفاً کشف کردیم که قلبش سوراخ بود. 72 ساله بوده. کسایی هست که سنای 40 ساله و 45 ساله برای مرتبه اول تشخیص میشن که اینا سوراخ قلبی دارن، چون سوراخ خرد میباشه مریض آزار نمیده، قلب مشکل پیدا نمیکنه، به خاطر همونطور مخفی میمونه. و حادثه را متاسفانه تصادف شدیم که طفل 12 ساله 13 ساله بوده، سوراخ قلب به اندازه بزرگ بوده که او فشار طرف شریان که طرف شش میره به اندازه بلند برده که فعلا چانسی عملیات پیش نبوده دیگه. عملیات هایی که بر سوراخ قلبی میشه یک مدت زمانی کار داره، تا یک وقت را میتونه انسان که عملیات بکنه. اگر ریتر شوه که شریان که طرف شش رفته در اوجه فشار به نهایت بلند شوه، در اون صورت باز جواز نیست که همین مریض شما عملیات بکنین. بعد از عملیات وفاتشون زیاد است، به خاطر جراح جرأت نمیکنه که عملیات بکنه، اجازه هم نیست از نظر طبی که عملیات بکنه. به مشکل یک دختر بوده از غزنی تقریبا 17 ساله بود، سوراخ ما قدر بزرگ نبود، خب عوامل دیگه شاید بوده باشه، دمی سرحد رسیده بود. البته نظر به بزرگی دمی سوراخ قلب نظر به وضعیت شش چی رقم است، وضعیت عمومی بدنش چی رقم است تفاوت میکنه. خب اکثر سوراخ قلب سلیم سیر میکنه، تا 5 سالگی 6 سالگی خب بدون کدام جنجال پیش میرن و هر وقتی که تشخیص میشه باز دکتر تصمیم میگیره که در چقدر وقت. بعضی کسای قسم می باشه که 20 ساله شده، دفعه اول تشخیص میکنیم برشون که قلبتون سوراخ داره، بازی تو بر خطا میشه، فکر میکنه که امیال ما باید خانه نرم راستن شفاخانه برم، حالی که ما برش میگیم که 20 سال تیر کردی تا بولش نفهمیده بودی. حالی که نه فهمیدی مشکل نیست، وقت داری، چند سال دیگه وقت داری، مشکل نیست، شما میتونید پسانتر رو ترمیم بکنید. باز یک مردم از امراض قلبی بسیار ایراس دارن، حالی که امراض قلبی فعلا همون رقمی که تشخیصش ساده شده، تداویش بسیار ساده است، باید مردم وقدر ایراس نداشته باشن، زیادتر کوشش کنن که از امراض دیگه که فشار خون است، شکر است، امراض گرده است، امراض شش است، اونا رو زیادتر زیر کنترل داشته باشن. در اوجه واسه توانمندی دکتر صاحب یک ذره کمتر است نظر به اینکه در امراض قلبی باشه. قلب خوب تر سپاس از شما دکتر صاحب، واقعا موضوع خیلی خوب بود. خدا کنه بیننده ما هم چیز فهمیده باشن. تشکر از شما. دوستای عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، بازم در ادامه برنامه با هم ما و همکارم یک جای بشیم.